در جامعه نفرانی رو میدونیم که با مجرد این که مثلا قرضی دار هستن ولی قرض خیش رو پرداخت نمیکنن رو میارن به صدقه کردن. خب از نگاه شما میخواهم همین رو پرتر فهمم که صدقه در اینجا افضل است و یا ادای قرضش. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند که کدام نوع صدقه افضل است؟ گفت الصدقه فی رمضان. صدقه در رمضان افضل است نسبت به همه ماها، اما با قرض یگام ربطی ندارد. صدقه دادن مستحب است، مفهوم صدقه عادی قطعی مستحب است، اما قرض دادن واجب است. قرض برگرداندن یعنی آدم قرضدار نمیتونه صدقه کند. اگر پرسن که قرضدار است تو نکی صدقه میکند، بله مردم میگن اجازه میدی، کسی میگه خیر صدقه کن مهلت غنیمت است، مثلا بعد از رمضان قرض ادا میکنی، اینا تعلیمات نمیگه. قرضدار در فکر قرضش باشد. قرضدار حق ندارد در خونش گوشت بخورد. مادام قرض گرفته اون جانور که دست پیش بر با دو دست ادب سرمایه‌اش نزد تو گذاشت، این خدا میگه که اگر کسی با نیت ادای قرض کرد که مشکلات دارد، امروز قرض میگیرد، میگه که نیتش هست که مثلا چند وقت بعد اینا برمیگردونم. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کسی با نیت ادای قرض میگیرد خدا کمکش میکنه. کسی با نیت این میگیرد که از این میگیرم تا این 3 ماه پس میپرسد با از کسی دیگر میگیرم، یک عمر در همین نیتی بعد سرگردان است. یعنی خدا کمکش نمیکنه. برای این آدم قرضدار صدقه کند یا نکند ادای قرض افضل است. اگر 10 سامان که یافت باید گذارد کنار تا قرض ادا کند، یا علاقل همین 10 سامان برده در دست قرضدار تیاد که امروز همین پیدا کردم.